دکتر عمر عبدالکافی در کتاب الشکر و الدعا، من قبلا هم گفتم، میگه که آمار نشون داده که وسایل آرایشی که زنهای چند تا کشور از مسلمانان استفاده میکنن سالی 12 میلیارد دلاره. آمار نشون داده. همش رنگ و روغن، بعدم میشوین میرزن تو سطل یا تو دستشویی. نباید کاری بکنیم که خدا از ما دلخور بشه. یه سوال، چیزی نمونده بود که مردم منطقه از رحمت خدا ناامید بشن. باور بکنید میگفتن دیگه خدا بارون نمیده. امسالم فصل بارندگی سر شد، امسالم بارون نیومد، زمستان تمام شد، اما خداوند در اون آخرین لحظه ناامیدی باران داد. حتی بارانی داد که ما تو باورمون نمیشه. تبدیل به سیل شد، هم دریا پاک شد. اهل بندر عباس و کنار ساحل 5 ماهی که ماهی و میگو نمیخورن به خاطر همون جلبک هایی که وجود داره. ما کنار ساحلیم، باور بکن در بیریمون گرفتیم از بوی بد دریا. آبا و اجداد ما یاد نمیدن تو این 100 سال که دریا اینطور به مدت 4 ماه بدبو شده. دریایی که مخزن ویتامینه، بهترین غذای انسان ها تو دریا خداوند فریز کرده. درست سال 1 بار دریا لاش میشه، ولی 1 روزه 2 روزه کف نمیکنه. میگن تنها دوای این جلبک ها گلیست که با باران بره تو دریا. همونطور که برای باران دعا کردی که برکه ها پر بشه، کنار ساحل دعا کردن که خدایا این بو و ماهی. 4 ماه پیش شیرماهی که 24 کیلو وزنشه، آب 1 زانو با دست گرفتن کنار ساحل سرود. با دست، خماره با دست گرفتن شیرماهی 24 کیلویی. یعنی خمار شده بود، نمیتونست نفس بکشه، آمد به ساحل که بهداشت تصمیم گرفت با لاندگراف گل تو دریا بریزه. دریایی به این بزرگی با گوری میشه گل داخلش ریخت، با بیل میشه ریخت، مگر این که خدا بریزه. آب آمد که دیگه از همه طرف تا چش کار میکرد دریا گلالود شده بود. نباید معصیت خدا بکنی. دختر مردم رو حلال کردی با بسم الله. شب زفاف تا نماز صبح این شراب و این رقص و این اختلاط و این لختی و بسم الله چی شد؟ مگر عاقد وقتی میاد قاضی که صیغه عقد بخونه نمیگه 10 بار استغفار کن؟ به داماد نمیگه 10 بار صلوات بفرست؟ که شب سرنوشتات زندگیشون با صلوات و استغفار و بسم الله شروع بکنه، ولی شب خوشیشونو بیان بعد با عیش و نوش و شراب و بزن و برقص و خواننده های مبتذل بی محتوا. شما 1 کلمه خوب تو این خواننده هایی که سکرانن پیدا بکنید تا علما برن صف اول اونجا بنشینن. یه خواننده‌ای پیدا بکنید که 5 وقت نماز بخونه، شراب نخوره، چشمچرانی نکنه، پوچ و بی محتوا نخونه. اگر علما همه نرفتن صف اول اون خواننده بنشینن بذار بخونه، من میرم صف اول مینشینم. اسلام دنبال ضد شادی نیست، نه شادی که جامعه ما رو به خاک و خون بکشانه. حرام است که به خیرین از جای دیگه بگیم بیاید تو شهر ما کار خیر بکنید، خودمون تو عروسی هامون اسراف بکنیم، اما برای کار خیر از جای دیگه بگیم بیان. اگر در سال 300 تا عروسی بشه، میشه یا نمیشه شیخ؟ در سال 300 تا عروسی بشه تو شهر بستر، هر عروسی 1 میلیون کنار بگذاره، این برای جامعه. خب تو داری اسراف میکنی، میری پذیرایی بگی 1 میلیون برای فکر جوانای بستر، 1 میلیون برای سلامتی جسمشون، ورزش، 1 میلیون برای کتابخونه. هر عروسی 1 میلیون جدا بکنه. هرچی حاجی هم میره حج برمیگرده 200,000 تومان جدا بکنه. 7 میلیون تومان سوغات میخری، 200,000 تومان جدا بکنه. حالا خود دیگه اسراف حج، اسراف عروسی، اسراف عزاداری، هم شیعه و سنی.
اینجا غرقن تو اسراف عروسی و اسراف حج و اسراف عزاداری. حالا دیگه حج هم شده اسراف. گوساله و کوچ آوردن تو فرودگاه خون میکنن رو پای حاجی. گوشتی که رو پای کسی خون کرده حرامه بخورید. این گوشت نباید بخورید. روی پای کسی خون نمیکنن. برید تو فرودگاه استقبال حاجی آمدن. حاجی میگفت 2 میلیون پول حج، 7 میلیون باید سوغاتی داشته باشن. میگه آب زمزم آوردم ولی طرف چشمش به در اتاق پلاستیکی پر از لباس و ساعت و فلان و عطر آتکلون هست. آب زمزم برات آوردم. خرمای عجوای مدینه آوردم. اگر تو شهر بستک هر عروسی 1 میلیون جدا بکنم میشه سال 300 میلیون. تمرین بکنیم. اول سال جدیده. خدا درهای برکتشو باز میکنه. بزرگان فکری بکنن، بزرگان تکون بخورن، بزرگان حرکت بکنن. جوانان آمادن. چطوری این 20 نفر شیخ هماهنگی شد؟ وقتی که امام جمعه حرکت کرد، خیر حرکت کرد، شورا حرکت کرد، انجمن حرکت کرد، 20 تا جوان آماده شد. تو رویدر 40 تا داماد آماده کردن. از 7 تا شروع شد، از 10 تا شروع شد، الان 40 تا آماده کردن. کار فرهنگیه. کم کم شروع میشه با 2 تا 3 تا 5 تا میرسه به بنشینیم. با بی برنامگی نمیشه. برای همه چیز برنامه بریزیم. آیا سال 2000 سال 88 برای ما روشن هست چی کار میخوایم بکنیم؟ برنامه های سال الان برای خودت بنویس. بعد آخر سال بنشین چند درصد عملی شد. برنامه خانوادگی، شخصی، چقدر به افزایش تقوا داشتید، چقدر افزایش خیر داشتید، چقدر افزایش مطالعه داشتید. میگن در ژاپن سرانه زندگی یک ژاپنی 12 میلیون در ساله، 12 میلیون تومان. سالی 10% 12 میلیون تومان کتاب میخره. یعنی سالی 1 میلیون و 200 هر ژاپنی کتاب میخره. من و تو 50 سال 1 میلیون و 200 کتاب برای خانواده خریدیم؟ کتاب خریدیم؟ یا فکر اینیم که یکی بیاد برامون کتابخونه بزنه عمومی؟ هر جا صحبت از فرهنگ میشه اسم بستک میاد. از دانشجو، از اساتید، از پزشکان فلان، از خیرین. نباید ما انتظار داشته باشیم. مجتمع دینی بستک، علما، نباید ما انتظار داشته باشیم اون طرف از فرهنگ شما، از علم شما، از موقعیت شما چه چیزی نصیب منطقه میشه. این سوال باید بکنید. زرنگی نیست که خیر از بیرون بکشونیم اینجا. ما باید خیر رو بسازیم. خودمون خیر ساز باشیم. و شهرستان بستک میتونه کل کشور و جامعه اهل سنت رو تأمین بکنه. یکم با هم فکرتر باشیم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. چون مراسم دیر شروع شد، جابجا شد و بعضی از دوستانم شاید میخوان به روستاها برگردن. مهمانایی هم هستن که میخوان از راه دور آمدن. شبم بارانیه، به همین قدر بسنده میکنیم. مجددا از حضور همه شما تشکر میکنیم و برای همتون آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که انشاءالله تو برنامه بعدی انشاءالله بتونیم انشاءالله کاملتر، موفقتر انشاءالله عمل بکنیم و این فرهنگ رو جا بندازیم. التماس دعای خیر از همه شما هم دارم. مجددا به همه شما هم تبریک میگم. حاضر یه لبخند بزنید با هم؟ یه لبخند. آجا شما هم لبخند بزنید دیگه. آجا هم داره لبخند میزنه. اینا همه اولادتان دیگه. تبسم فی وجه اخیک صدقه. ارسی اخی. همه تو لبخند بزنید. جزاکم الله خیر. دست همدیگر هم بگیرید، همدیگر رو حلال بکنید، برای همدیگر هم دعا بکنید. تو این شب خوب بیاد ماندنی. شما هم دست هم بگیرید، دوستان هم دست هم بگیرن، همدیگر رو حلال بکنید. جزاکم الله خیر. موفق باشید. همین شما رو به خدا میسپارم.